شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. راهگرد گفتم یکی از دخترم دیگرش باشه پسرم من چیکار کنم؟ من رو بابا دخترم رفت از اینجا رفت شما کی هستید؟ زودتر رفت آوازتون شناس می نموید مگر شما رو میشناسم. گفتم گریز من رفتم برفی من رو ببخش دخترم. شرف مدیا تقدیم میکند. ببخش من رو دخترم. خود بیا دخترم. برفی خوب هستی؟ بیا خوجا بیا از اینجا میرویم. زودتر باش زود. تو با اون طرف رفت بایش. خدایا مدد کن. زودتر باش. مجده با من چی شد؟ یک کس از پشتت زد. اگر رسیدن می اومدم تو رو می کشت. آن دختر کجا شد؟ اون شخص او را گریزاند. تشکر به تو زبیر برای نجات دادنت. مجده زبیر اینها کجا شدن؟ بده ها چی گفت شد؟ با ما حمله کردن. کی حمله کرد؟ دختر را دستگیر کردن. کسی با پشتم زد. از هوش رفتم. زبیر مرا نجات داد. کی مجده را زد؟ نمیدونم رویش رو ندیدم. مادامی که مجده را نجات داده باشه چطور او را ندیدی؟ تو دروغ میگویی. دیدم مردی از این جسه بود اما او را نمیشناسم. کی بودنش رو هم نمیدونم. دختر را گرفته گریخت. بچه‌لر کجاست؟ او را ندیدم. ابله این را ندیدم و این را ندیدم. پس چی را دیدی؟ چرا ایستم؟ این آدم دروغ میگوید. تو مرا بد میبینی برای اون که خلطه ها را یافته دادم. گپ زنیش را بین. تو چی گفتن میخواهی؟ بده وقتی به قرارگاه رفتیم به سیمن گوی مسئله را خودش حل کند. دختر به کجا گریخت؟ به اون طرف. زود رفت آنها را یابید. هم بچه و هم دختر را یابید. بلش بده. آنها را زود یافته به قرارگاه بیارید. به قرارگاه میرویم. راه گرده ایستا به تو کمک کنم. زینب کجا شدی دیلا؟ خواطر شدم. یکون کس تو رو ندید. قریب به دست می افتادم زینب. من به تو گفته بودم که نرم. بیا به درون حاجت به پنهان شدن نیست زینب. اونها از دیه رفتند. بله رفتند. اما نفرانی زیادی رو با خود بردند. دختری امکت آیشه رو هم بردند. چی؟ آیشه رو هم بردند. دختر جانکم وای دخترم مادر مادر نگه کن خدا جان دخترکم خدایا در فدا شرف مدیا تقدیم میکند. یه نکنه دفعی گلی در دادون خبر میگیرم
توی چرا بیابند شما خدایا دخترم حالا میبینید خاینان وزیر و خانه ها در آمد آدم جمع میکنید همین طرز در خانه هایتان میشینید. گوش کنید اکا از دستمون چی میآید؟ شما گمون میکنید که ما را نمیپراند؟ صبر کنید اکا. اگر تو ترسی نرو خومی من میروم دخترم را میارم. بیایید صبر کنید اکا. شما چه خیل جوان مرد هستید آرون آمود دارید همین طور نیستید. آنها سلاح دارند کارشان آدم کشی. چی طور من و شما مقابل آنها میبراین؟ حرفی ما را میپرند. پدر زینب دخترم علی چه حال داره؟ خوب هستی؟ خوبیم پدر آیشه رو بردند. ها دخترم بردند هیچ کار کردن نتوانستیم. از دست ما چی میآید؟ زود باشید هزید آماده شوید میرویم. کی بود این آدم؟ برای چی با من یوری داد؟ کجا؟ نترس اونها رفتن. بیاید آقای دکتر ما هم زودتر رویم. صبر کن خوجا اول یک با خونه عمک عبدالله رویم میلش. بیا. چی شده است بابا چی شده است؟ همه‌شان رو کشتن. نخواستی همه‌شان رو کشته باشن. بیچاره ها مداد ما میرم تا پرمتنی برگون نکرده باشه. تو همین جایی است. این بیرحمی است. خدایا تو بزرگی هیچ گناهی رو به جزا نمیمونی. زودتر باشید وقت را نگیرید. بدید دیر کردید باید خانه در قرارگاه می بودید. خودی ها در جمع شدیم سینون شرف مدیا تقدیم میکند. بله سینون آن بچه در کجاست؟ نیافتیم. چقدر نیافتید بدید بچه را دکتر گریزانده سینون از پسش آدم فرستادن. دکتر حالا ایست دکتر اگر روی خاطری سبا نمیبود نابودش میکردم. اگر چیکار میکنیم؟ تشکیلات از ما یک فدایی را انتظار است. چیکار کنیم؟ مجده دکتر رو دستگیر کردن. خواست از بچه رو دستگیر کنند. ناگاه شخصی پیدا شده به سری مجده زده دکتر رو گریزانده است. همین طور میگوید. همین طور میگوید؟ ها تو چی گفتن میخوای بدی؟
در وقتی حادثه تنها زبیر همانجا بوده است. او این را گفت. من به این آدم باوری ندارم. خودی او دکتر را گریزانده است. غیر از این دایم همراه مژده است. هر جاشان با هم تماما نزدیک شدند. من از دبیر شبهه دارم. شاید دکتر را او گریزانده باشد. دکتر او گریزانده است. از مژده هم یک لحظه جدا نیست. همین طور. بله همین طور. چرا او را نگاه می‌داری؟ او را به قتل رسان. باز چرا انتظاری سینا؟ تو اینجا بیا. تو چیکار کردن میخواهی؟ چیکار کردم سینون؟ دکتر را تو گریزاندی. نیک ماندم. دروغ نگوی ابله. مژده اینجا بیا. همین آدم به سرت زد. مژده همین مرد دکتر را گریزاند. من مژده را نجات دادم کماندو. خاموشی است. گپ زن مژده. در خاطر ندارم. به خاطر بیار مژده. من تو را نجات دادم. تو کی هستی؟ این من زبیر. من تو را نمیشناسم. شنیدی بدی در خاطر ندارد. باز تو میگویی که اینها دوست شدند. سینون این سینون آنها تو با میگویند. کارت را کن. آماده شوید. میرویم زاد. میرویم زودتر باشه. زودتر راه گردید. او دختری رفیق آیشه است. کنیک طرفیست. تشکر خیزبان. نوشی جان. نه تلفن کار نمی کند. گذر. اکنون چطور به سربازان خبر میدیم؟ چطور؟ بلغ زند. از کار برآمده است. باری دیگر زنگ زن رئیس. کار نمی کند آخر. به من ده؟ الو دیده از من تو یکم کس تکنیک را میفهمد؟ ها؟ اگر فهمد آماده تعمیر کند. من نمیفهمم. از برای خدا رئیس یک بار دیگر زنگ زن. یک بار دیگر مرحمت گوش کن. آواز هست؟ نشنوی؟ هست؟ آواز هست؟ به خدا نیست. انا گوش کنید. اینجا ده. الو. یکان آواز نیست. بله البته نیست. برادران خفه نشوید. و سربازان خبر دادن نمیتوانیم. خوب اکنون چیکار میکنیم؟ همین طور نگاه کردن نمیشه. چیکار میکنیم رئیس؟ آنها آماده فرزندانمان را گرفته پرند و ما همین خیر چینیم ها؟ کار میکنیم ما. درست میگویم. چیکار کنیم رئیس؟ من چیکار کنم؟ بیایید برادران. رفتیم برایید. رفتیم اکا. خفه نشم آقای حامد. بیایید برادران. زودتر برایید. اکا دیگر نشوید. البته یکان چاره میابیم. راهی یگانه این سلاح هست حامد. دیگر چاره نداره. آقای رافع چه سلاح؟ مگر این راهی حل است؟ برای نجات فرزندانمان مگر چاره دیگری هست؟ هست البته. چارهش جناب سبا است. جناب سبا؟ بله جناب سبا. بله میدانید که جناب سبا با تشکیلات همکاری دارد. در نزد تشکیلات آبرو دارد. اگر گپ را گیرد یک بار به نزدش روید عایشه را هاپی کرده از ذات تشکیلات میگیرد. من با طرفداران تشکیلات همکاری نمیکنم. ما با این گونه آدمان رفت آمد نداریم. باز هم یک فکر کنید آقای حامد. رفتیم حامد. رفتیم اکا. پدر چیگه؟ شما تلفن از کار برآمده است؟ از کار برآمده است گفتم. از کار برآمده است. تمام. تلفن از کار نبرآمده است پدر. تیمش کنده است. با من گوش کن. دختری بی عقل اگر در این باره به کسی گویی زبان را کنده می‌پایم. فهمیدی؟ به خانه درو.
بده. از بین اینها یکم فدایی نمیبراید که چه؟ سینون 3 نفر میآیند. آن بچه در کجاست؟ بچه را دکتر گریزانده است سینون. رزلان ناوده برای حیوان، دفع شوید از پیشم، دفع شوید. های بردی اینجا بیا. لبای سینون اکنون چیکار میکنیم؟ تشکیلات از ما فدایی انتظار است. کچه تو آنها را گرفته به قرارگاه بر. رو مالش کچه زود باش. مهدی، مجده، زبیر با من بیایید. بله. سینون با کجا میرویم؟ به خانه جناب سبا میرویم و البته برای ما نگار فدایی میآورد. بیایید. همه تون روز به قرارگاه روید. شرف مدیا تقدیم میکند. فدایی با تو یاری داده میتوانم. برای این جوانی را میشناسم. کار خوب میشود جناب سبا. با تشکیلات قول دادم اگر یک نفر نفرستم سرم در بلا میماند. وقتی که در دست فدایی نداری چرا قول میدی برادر؟ یک کودک بود جناب سبا. کجا شد؟ پریده کودک را دکتر گریزان جناب. نخواد. اگر روی خاطر شما نمی بود آن دکتر را. پدر جون گفزم بیرم. به اسب سوار شدن میخوام. چی؟ به اسب سوار شدن میخوام. آفرین پهلوانی پدر. رفته به محمد گوی تو را به اسب سوار میکند. جناب سبا سرتان تماما صحت شده است؟ البته. یعنی این طور باشد با دکتر کاراتان تمام شده است؟ تمام شده است. چی بود؟ من به خاطر شما به دکتر دست نرساندم. من با دکتر کار ندارم. چه کاری که میخواهی کردن گیر. کاردار نمیشود. دکتر الین این دفعه خلاصی نداری. مرحمت. خوجه؟ آقای دکتر با مطلب قبول شدی خوجه. نیم بعد در خوابگاه زیده همینجا میخوانیم. با آقای مدیر تشکر گویی. تشکر آقای مدیر. تشکر به شما. بیا خوجه. با تو جای خوابت رو نشون دیم. آقای دکتر خدا از شما راضی باشد. خدا جای مادرت را جنت گرداند خوجه. با کوشش های آن کس به اینجا آمدی. کاش که اکای بکری هم کاش که اکم هم در همین جو می بود. با جای او تو میخوانی خوجه. به خاطر مادرت و به خاطر یکت این کارو میکنی. دیگر کودکان دی همون چی؟ آنها چی میشوند آقای دکتر؟ یا خوجه یا اونها نیز نجات میابند خوجه. همه‌شون نجات میابند.
تو را از آن دارو خلاص میکنم. سینان بسیار خوردم، دلم بی‌حضور شده ایستاده است. بده رفت هوای تازه گیر. خوب میشود. سینون چه شد؟ سفیر نیست. اون ابله گریخته است. زود رفتم مجده را خبر گیر. مجدهش در کجاست؟ من از کجا میدونم بدی؟ رفته یاب. چی شد بدی؟ زبیر در کجاست؟ نمیدونم. سینون چه گپ شد؟ مجده در جای خوبش. زبیر چه؟ با خدا نیست سینون. بدی زبیر را باید یابیم. در کجا میگردی؟ برای قضای حاجت برآمدم. زود رفتن خواب کن. رو زود. سینون این احمق چی کاری کردن میخواهد؟ با دقت باش. دخترم من آمدم. برای بردنت آمدم دخترم. تو کی هستی؟ از من چی میخواهی؟ من مادرت هستم دخترم. مرا نشناختی مگر؟ تو خائن هستی. خائن هستی. برفین خائن هستی دخترم. مادر بخیر است انشالله. این خیلی خوب بود. چند روز شد مادرم رو خبر نگرفتم. یا اینکه خدا نگه دارم. خدایا به این زمان
دخترم رو بردن. چیکار نکنم دخترم رو بردن. اینجا چی واقع شده باشد؟ خسته نباشید آقایان. سلامت باش رئیس. تلفن را تعمیر کردی رئیس؟ نه، آن تلفن تعمیر نمیشود. شما با تلفن مدد خواستنتون رو مانید و به نزد جناب سبا روید تا مسئله رو حل کند. دخترتون هم زودتر برمیگردد. چیکار میگویی رئیس؟ از جناب سبا یگان چیز خواهیم، اون نیز البته یگان چیز میخواهد. نزد جناب سبا سرخم کردن یعنی نزد تشکیلات سرخم کردن است. آقای رافع خوب فکر کنید، آخر او دخترتون است. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. یعنی به من ده پناهتان با خدا. خیر نباشد. خیر مالهایتان رو نقض نکنید. خوش آمدید آقای طاهر. دیر کردید، بسیار خواطر شدید. کجا رو با مکتب برده ماندم دیلو؟ بسیار خوب، اما خیلی خسته می نمایید آقای طاهر. از سلاح دارم با دشواری نجات یافتم. خدا رو شکر. یگان چیز می خواهید؟ شاید گرسنه نباشید، رفته خوراک میارم. دیلو هیچ چیز نمیخواهم. در دیها یگان واقعا رخ داده است. سلاح دارم و دیها اومدند. مجده دارو در کجاست؟ مجده نمیدونم آقای سینون، در جیبم بود. سینون همه جای خانه رو کفتیم، یگان خیلی دارو نیفتیم. بله نیفتیم. تا قرارگاه صبر کن، میاریم. آنها از حد گذراندند. سینون حتی مرا هم بردنی بود. نامردها. خودت خوبی دیلو؟ به تو ضرر نرسید؟ من خوبم، خواطر نشوید. اما دختران زیادی رو بردند، حتی دختر عمکی رافع رو هم. عمکی حمید خیلی غمگینند. زینب رو نبردند؟ خدا رو شکر که عمکی حمید او رو پنهان کردند. خدایا شکر. حالا در وقتی نبودن بابای ابراهیم آنها از حد گذراندند گویا؟ راست میگویید. وای، سمچه نوشته اتون با زینب خیلی پسند آمد. با تو گپ میزند؟ آشتی شدید؟ بله آشتی شدیم. زینب همراه کودکان است همینطور نه؟ بله در آنجاست، لیکن مشق را خط کرد. چرا؟ پس از این قدر واقعه های در دیه همان روی داده در آزمون اشتراک نمیکنم گفت. یعنی از تشکیلات دخترت را گرفتند و تشکیلات تنها گپ شما میگذارد. اگر خواهید دخترم را از دستشان گرفته میتوانید. البته دخترت را از دستشان میگیرم آقای رافع، لیکن دو شرط دارم. چه خیل شرط؟ از این پس با تشکیلات همراه میشوی. چطور جناب سبا؟ من این گونه کارها را نمیفهمم. مرا با آن بیدین و به ایمان ها همراه نکنید. شرط دویمم، جیانت به ما ضرر بسیار رسانده است. آن معلمه را آورده به ما میسپاری. جناب این چه شرط است؟ زینب جانم می شود، دختر دادرم است. من چطور او را آورده به دست شما میسپارم؟ خودت میدانی آقای رافع، یا جانت را میاری یا دخترت را فراموش میکنی. شما تماما انصاف ندارید جناب سبا. آخرش خیل می شود. یکون چیز دیگر دیم چیه؟ چاروا دارم، چاروا میدیم، همش را گیرید، همش را میدیم. تو دخترت را با چاروایان برابر میکنی.
این سخنی آخرین هم است. آقای رافع خودت میدونی یا دخترت یا جانت. مایلش لیکن به من کمی مهلت ده. با تو 5 روز مهلت. اگر در مدتی 5 روز معلمه را ناری عاقبتش را خودت بدانی آقای رافع. زودتر باشید، وقت را نگیرید. با تشکیلات خوش آمدی آقای رافع. خدیجه کلی برای چرا ایستاده زاد؟ رافع در اینجا چی کار میکنن؟ حاضر می آیم آقای رافع. زنان دیدی شما رفتن میری؟ من رسیده می آیم. خوب شده سینا. در ده یک جوان است. در سن کودکی خانه‌دار شده است. لیکن زنش رو پرتافته رفته است. عاقبت جوان و دختر معلوم است. از روی عرف عادت باید دختر را کشان نمیتوانی؟ بله، لیکن جوان دختر را بسیار دوست می‌دارد. پرونده نمیتواند میگوید، اما آدمان او را مجبور میکنند. عاقبت چه شد؟ جوان دیوانه شد. این خیل آدم را فریب دادن آسان است. این طرفش را به من بدار. من فدایی را یافتم. با باوری و قرارگاهت رفت سینان. تشکر جناب صبا. خیر تا بازدید. سینان، در بین آدمانی جمع کرده اتان دختری رافع هم بوده است. او را با دهش بیرست. با رافع مصلحت کردیم. این بعد به تشکیلات کمک میکند. غیر از این در مدت 5 روز معلمه را هم آورده به ما میسپارد. یعنی در نتیجه کارها خوب می انجامد. بسیار هم خبری خوب بود. خوش میماند. صحنه‌چه رو بازی میکردیم بسیار خوب میشد اپا. بله خواهش میکنم بازی کنه معلمه. بچه ها منم خیلی میخواستم، اما در این احوال چطور بازی میکنیم؟ غیر از این با این احوال نمیدونم چطور میشود. همه اندوهگینند، ترسیدند. با این احوال هیچ کس به فرزندش اجازه نمیدهد که در مسابقه اشتراک کند. حق است، لیکن این معنای آن را ندارد که ما آنها را راضی کردن نمیتوانیم. طاهر خوش آمدید. خوش آمدید آقای طاهر. خوش باشد بچه ها. برای صحنه چه نوشته‌تان تشکر زیاد طاهر، لیکن ما اون رو بازی کردن نمیتوانیم. شما بازی کردن میخواهید بچه ها؟ خیلی میخواهیم آقای دکتر. بسیار میخواهیم آقای دکتر. نباشد با مسابقه بین مکتب ها تیاری بینید. اهل دیگه همه غمگینن طاهر. با کسی چیزی گفته نمیتوانم. با اونها حق هستم و من هم دیگر قوت ندارم. خیلی خسته شدم. مگر ما این صحنه چرا وحدت ملی نگذاشتیم زینب؟ مردمی این منطقه با این صحنه از هر وقت دیده حاضر احتیاج دارند. نتیجه این بسر و سامانی ها در نبودن وحدت ملی است. این صحنه چه در اصل چگونه بودنمون رو میفهموند. یک جای بودن و یگانه بودن و پرقوت بودنمون رو میفهموند. ما نباید پس گردیم. پس گشتن این مغلوب شدن است. آخه تا مسابقه وقت خیلی کم مونده است طاهر. ما باشم یگان مراتب مشق نکرده ایم. به مشق موفق نمیشویم طاهر. موفق میشویم. باید موفق شویم زینب. من هم کمکتون میکنم. همه یک جای با کمک یکدیگر با مسابقه تیاری میبینیم. مایلش طاهر، چه خیلی که خودتون خواهید. بچه ها
رفته همه کودکان رو جیغ زنید. شرف مدیا تقدیم میکند. خوب شد است معلم. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. زینب، من نه از دلسوزی با بیماری تو با تو خونه دور شدنیم. دیگر این موضوع رو نکشوید. التماس. گذر. خیلی زود باش. گذرای. تو هم گذر. گیر. اینها رو پوشه. زود به درون. من خود پسران و دختران در یک جا ایستم. برای چی نمیستادن؟ های با گناه از چرای کار میکنی؟ هم عیب و هم گناه را پیش درا. تو هم نباشی کن؟ خوش آمدی خواهر. آنها را یافتید سینان؟ یافتیم. چیکارها رو انجام دادی؟ لباسای گفته‌ات را دادم، آنها را می‌بینم. خوش آمدی. آماده ای که برای دعوایمان مبارزه بری؟ ها؟ مجد دارویش را گم کرد. زود خبر ده تا برایش دارو بیارند. مالش، لیکن چطور دارویش را گم کرده است؟ من از زبیر شبه دارم. گمان میکنم دارو را او گرفته است. چرا او میگرفته است؟ او دارو را چیکار میکند؟ سینان، من از او در حراسم. او را کشیم خوب میشود. کمی صبر کن بدی، میفهمیم. تو را زیر نظارت گیر. تو باشی هر چیز زودتر خبر ده تو دارو بیارم. همین که دارو آوردن زود با او ده. فهمو سینان. مرحمت جناب. گذار. جناب، چه گپ؟ از تشکیلات خبر فرستادند. آدمان را که روزی گذشته از شهر آمده بودند، خوش چی شده است؟ همه‌شان را در راه کشتند. همه‌شان را؟ بله جناب. خدایا کاش مادرم آنجا نباشد. تو با کجا میروی؟ عزیز، آدمانی که روزی گذشته برای به تشکیلات داخل شدن آمده بودند همه‌شان را کشتند. راست است؟ راست است. کاری تو چی؟ گریه کردن نیست. راست کارات رو کن. مادر، این چی بلا بود که به سرم آمد؟ مادر جون. به منظورم آمده اقلا یک بار مادر گوید. اون هم برایم بس. به برات بگویم مادر جون، خواهشتان را اجرا میکنم. برای چی گریه میکنی؟ در بین اونها مادرت بزرگ پدرت بود که ناله میکنی. چی گفت هست؟ چرا گریه میکنی؟ همان شخصی رو که همده هم گفته بودم. بعد؟ او در اصل مادرم بود. تو مرا بی عقل فکر کردی. چخل مادر؟ نگه ریشدار بود. نه خدا مادرم بود عزیز. آن ریش ساخته بود. برای بعضی رو نجات دادن پنهانی به مشکلات همراه شدن. همان ریشدار زیلان بود؟ بله قسم میخورم که مادرم بودن. التجا میکنم عزیز، خواهش میکنم جسدشون رو به اینجا بیار. هیچ نباشد اون رو گورو نمیرسی. خدایا توبه. به این زن میگره. یعنی زیلان با تشکیلات همراه شده بود؟ این را خورد دخترم. با تو یک چیز گفتن میخواهم. چی گفتن میخواهی؟ گوش کن دخترم. من سخت پشیمان شدم. درک کردم که این راهی درست نیست. و این آدمان میگن نه دین دارند و نه ایمان. آنها با کردها هم هیچ علاقه ندارند. گفتنیم که من از اینجا گریختنیم. بیا تو را هم گریزاندم به نزد مادرت برم. من نمیگریزم.
یک سرباز رو پروندم. حبس شده نمیخواهم. یگانه جویم تشکیلات است. تو دختر خوبی. باور ندارم که کسی را کشته باشی. حتما در این کار نافهمی شده است. رو از اینجا. سر ما رو در بلا نمان. های او را تنها دیده چی کار کردن میخوری؟ هیچ. فقط صحبت میکردی. دروغ نگوی ابله. یکان کار نکردم چرا جنگ میکنی؟ معلوم میشود که تو درد دیگری داری. دمت رو گیر ابله. خاموش. بدی تو کاردانش هم بوجده. بدی من او را میکشم. در اینجا چه گپ است بدی؟ چه گپ است گفتم؟ این ابله با مجده صحبت میکرد. چه نقشه در سر دارد؟ مجده چه گپ است؟ هیچ گپ نیست اکای سینون. با من خوراک آورد. همه شمید. خیز تو نیز همراهی ما برای عملیات میروی. کاردار نشو بدی. مجده بیا تو هم همراهی ما میروی. مایلش اکای سینون. بیا یک میروی. سینون این آدم چی کاری کردن میخواهد؟ کارت را کن بدی. تو به من باور نمیکنی سینون؟ باور میکنم. اول باید چی کار کردنش رو فهمیم. بیخلطا رو همان طور یافت که گویا خودش گذاشته باشد. بله. شاید از آدمانی تشکیلات باشد. شاید ما را میسنجد. لیکن تو با دقت او را نظارت کن. اگر یکان کاری خطایش رو دیدی به من خبر ده. جزایش رو خودم میدیم. راگرد برویم. ای مجده با من دخالت نکن. سرم را در بلا نمان. وگرنه به سینون میگویم. گوش کن دخترم. چطور به تو نزدیک شدم؟ چطور تو را نجات دهم دخترم؟ چی شد با شما؟ کنی بگویید؟ آنها را پدر و مادرانشون اجازت نمیدینن اپا. آنها خیلی میخوام لیکن من به شما گفته بودم. پس نمیگردیم زینب. این طور باشد به خانه های کودکانی که نقش میبازند یک با یک میگردیم. میشود بیا میرویم. معلم زینب شما رو میفهمم. خیلی خوب میفهمم. لیکن احوال ده رو میبینید. سلاحداران هر روز به ده اومده نفری رو میبرند. خدا نشان ندهد اگر باری دیگر به خانه‌مون بیایم این دفعه ما رو میکشند. اما پدر جان بسیار خواهش نکن. نمیشود دخترم نمیشود. گوش کنید اگر خواهر خفه نشوید. التماس ما رو به این گونه کارو همراه نکنید. گوش کنید زینب از من تنها گفتن است. کسی به این کار راضی نمیشود. این را دانستم. خیر مایلش خودتون میدانید. چی گفت شد زینب؟ میترسن طاهر. آنها حق هستند. با فکرم کوششمون بیهوده است. کسی به فرزندش اجازت نمیدهد. شما به نزد یلدا روید. من حاضر میآیم. خوش آمدید آقای دکتر. خوش باشید. فاطمه تو در صحنه‌شو بازی کردن میخواهی؟ او میخواهد ولی من راضی نیستم. خودت هم میفهمی. حالا وقتی این گونه کارها نیست آخی. این طور باشد کی وقتش میشود؟ مرا گوش کنید. وقتی که ما این رفتار نمودیم ترسیدیم و خود را به قفا کشیدیم اصلا وقتش نمیرسد. اگر خودی حاضر ما سری راه این راهزنها نشویم فکر میکنید آنها از کودکانتان را به کوه برآوردن دست میکشند؟ فکر میکنید از طلا و تراج کردن رزق و روزی فرزندانتان دست میکشند؟ نگاه کنید این مسابقه شاید یک فرصت شود تا آدمان از احوال بدی مردمی ده با خبر شوند. حداقل از حال و احوال مردمی دهمان از نزدیک شناس شوند. بعد میبینید که چطور به دهمان دست کمک دراز میکنند. اگر ما ترسیم آنها چی کاری که خواهند همان رو میکنند. وظیفه ما نزد آنها سرخم نکردن، مبارزه بردن، یعنی تسلیم نشدن است. کیستی؟
بیگانه نیستم زبیرم. مادر چی طرف اینجا افتادید؟ برای بردنی تو اومدم دخترم. مادر جون من یک آدم رو کشتم، دستم رو به خون زدم، رفتن نمیتوانم. در این کار حتما نافهمی شده است. تو به کسی ضرر نمیرسونی دخترم. درست میگوید مادر، اگر مجبور نمیشدم نمیکشتم. همین قضیه مجبور بودم، برای ناموسم کشتم. اصلا دیدی بفیدم به خاطر ناموست کرده ای. کسی تو رو به یکان جوی نمیبرم، چونکه مادرتم اینجاست. تو رو پنهان میکنم، کسی نمیدهم تو رو. فقط تو روزی شب دخترم بیو گریزی، زی جوی افلوس گریزی. میگریزی مادر. مادر به این طرف. ایسته در آنجا. چه گپ است؟ از کجا آواز برآمد؟ گورستان سینون با اون طرف. تو همینجا ایستاده مرا حمایت کن. مایلش چی شده؟ چه گپ است در اینجا؟ با اون طرف گورستان، در پشت خرسنگ ها کسی هست. احمد مادام گورستان چرا ایستاده ای؟ از پسشان روید حیوان ها. دستگیر میشوم مادر. سود من کامل. پنهان میشوم، دوش به نزد آنها رفتم. مادر جون شما رو میکشند. به دیگر طرف فرام. در این رفتم. ایستد نگریزید. مجده چی گپ شد؟ گریختن. چی بودنشون رو نفهمیدم. مجده او که بود؟ نمیدونم، در طوری که نشناختم. پراکنده شوید، همه جای را کابل زودتر کابل زودتر. است این من زبیر. تو در اینجا چی میکابی؟ گریزه ها را میکابم کماندون. گریزه رو با چراغ میکابی؟ سلاح در کجا سبله؟ از سراسه مگه فراموش کردم. رو از اینجا رو از نظرم داشت شو میرنیم که چه خدا این پرچم کجا شده باشد؟ خسته نباشی خانم خزبان. بخیر است. چیکار میکنی؟ در اینجا چیکار میکنی؟ پرچم را میکوبم پدر. علی گفتم. پرچم رو چیکار میکنی دخترم؟ سهله چه میمونیم پدر؟ در آنجا پرچم لازم است. خزبان ایستو دخترم. یادم نیست چه سهلش بوده است.
شما نمیدونید پدر؟ معلم زینب کودکان رو برای صحنه‌چه آماده میکند، در مسابقه بین مکتبی اشتراک میکنند. یه هی آبی کلام رو میبرد همه بشناسد. تو چیکار کردن میخواهی معلم؟ صحنه‌چه بوده است. فهمیدم سردارم، فهمیدم. چارش رو میبینیم. انا باز بهتر میشوی. وقتت خندید مجده. دروغیت را آوردن. تن اینها را خور. اینها بسیار نیستند که چه؟ خور هیچ گپ ندارد. خور مجده خور. اطاعت. فهمیدم سردارم. خورید بچه ها، خوراکتان رو خورید. چی گفت شد سینون؟ در بینمون یک خائن است گفتند. مانه از روی گم شدن دارو گمان میکنم که خائن عمیق زبیر است. کی بودنش را میفهمیم. چرا آنها با من مینگرند؟ همه‌اش را از خود کردم معلم، لیکن مادرم اجازت نمیدهم. چرا با او اجازت نمیدهی؟ احوال دیه را خودت میدونی زینب. حالا وقت صحنه‌چه نیست. شما حق هستید خانم زهرا، اما حاضر عین مدعا است. آنها تنها ما رو ترساندن میخواهند، آینده فرزندانمان رو دزدیدن میخواهند. چرا با این اجازت دهیم؟ در اصل باید خودی حاضر این کار رو کنیم. چی میخواهی در آینده فرزندانتون مثل آنها شوند؟ شاید این صحنه‌چه نام با آوازه دیه رو به بیرون برآورد، یا شاید دقت مردم رو به خود جلب نموده. در دیهای کوچک ما رو به بیرون میکشاید. مگر این بد است خانم زهرا؟ خیر میرش، تو معلومات عالی داری، خوب سر میفهمی. دختری مرا هم به صحنه‌چت همراه کن. تشکر مادر جان. تشکر خانم زهرا، تشکر. بیا رفتیم جانکم، رفتیم. چی میگوید؟ چیکار کردن میخواهد؟ کدام در کشاده میشوند که آوازه دیه را میشنوند؟ انا تشکر گیرید. تشکر خیزبان. انا اینها را هم به شما آوردم. اینها را به ما ده خانم خیزبان. خدایا توبه، این دختر مگر دیوانه شده است؟ مرحمت. ببندی، من میدونم. یکرد زینب ایستا. حامد شهباز. شنیدم صحنه‌چه مادر میخواهی؟ با خواست خدا در مسابقه اشتراک میکنیم حامد شهباز. برای دهمون خیلی خوب میشود ها؟ انشاءالله. خیر مهرش برای کار. تشکر، تو بردی. خیر تو بردی. در یگان خیلی مسابقه اشتراک نمیکنی. صحنه‌چه‌تون رو به سرتون بلا میگردانم. برفین با تو چی شد؟ کاری تو چی؟ رو از نزدم. این من برفین. تو کی هستی؟ من مادرت هستم دخترم. من تو رو نمیشناسم. دفش از اینجا. با تو چی شد است برفین؟ تو رفت گفتم از اینجا. رفت وگر نمیپرونم. رفت گفتم. رفت. باز دارو عقلش را بوده است. چی است رئیس؟ فوراً با سینام صحبت کردن لازم، خیلی مهم است. با سینام چی بگویی؟ در وقتی صحبتمان میفهمیم تلفن رو ده. زود باشه دغمه نکنه. گذاره زنی زود باشه. زودر آماده شوید. به کجا میبرید؟ مصرفی از این طرف.
کسی دختری رافعه باشد یک قدم به پیش. کیست اون دختر؟ اون دختر کیست میگویم؟ من. نقص تو همین جا میمانی گذر. اینجا بیا. محرم بدی و قرارگاه روید. خوب شده است. راه گرده. کنی زودتر راه گرده. کنی زود باشید. راه گرده. راه گرده باید. الو. شد فهما من حل میکنم. کچه همه را جرزم و دهه یا بی کلام میرویم. بخیر است چنان چی شده است؟ آن دختری خواهی همراهی معلمه با سر بالا کردند. این دفعه خلاصی ندارند. هر دویش را هم میکشند. خدایا پسرم را هلاک میسازند. دیلو 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 یکون مشکلی داری دیلو؟ نه آقای طاهر. من به نزد الدو میروم. اگر لازم شدم جغزم. مایلش. با تو چی شده است دیلو؟ بابایم حالم برنگشتند. یکون خبر هم نیست. خیلی خواطرم آقای طاهر. دیلو شاید کارشون طول کشیده است. امروز یا فردا حتما برمیگردند. انشالله. کچه تو همراه این دختر در جایی گفتم انتظار شو. وقتی که کارمون در ده تمام شد او را از آنجا میگیریم. فهموسینم. حسن با من بیا. کنی پیش رو. شما با من بیاید زود. کنی به من ده. خانم کدام تا اینها نرفت ممکن نیست. از چی میپوشم تو؟ خدایا توبه. بچه گفتم زود کار میکنم. انا ببین اومد. این سخنها خیلی مهم است. این رو باید خیلی خوب تلفظ کنی. باید حسیاتی بلند گویی. فهمون؟ آقای دکتر لابای بیایید خدیجه خوش آمدید. خوش باشی زینب. با آقای دکتر گفتنی دارم. شما رو گوش میکنم. ممکن است در بیرون صحبت کنید. البته بیایید در بیرون صحبت کنید. سلاح به دستان میآیم. در کجایی؟ از این خیلی نزدیک آمدم. ایستید من آقا. بچه‌ها ایستید. سلاح به دستان و دهن نزدیک شده ایستادم. شنیدیم اما که امید. آنها آدمان زیاده را از همون بردن. باز دیگر چی میخواهند؟ چی خواستنشان را نمیدانم. خائنان دشمنی شمایند. شما را در کجا خیابان میپوشند؟ هر دویتان باید از ده روید. با کجا میرویم پدر؟ دخترم بهترش از این ده گریزید. بیایید روید. ایستید کسی به یکونجا نمیرود. همه‌تون همینجا ایستید. چیکار کردن میخواهی دکتر؟ به یکونجا نمیرویم اما که امید. تا مسابقه وقتی کمی مونده است. باید با صحنه چه تیاری بینیم. شما دیوانه شدید؟ پدر طاهر راست میگویند. این صحنه برایمان خیلی مهم است. سیله‌داران تنها یک روز در اینجا میمونند. لیکن برای اشتراک در مسابقه باید یک سال دراز منتظر شویم. شما فقط ما و کودکان را تو رفتن سیله‌داران در یک جای بخواب پنهان کنید که مشقمون رو دوام دهیم. بعد از آن در مسابقه اشتراک میکنیم. طاهر درست میگویند. و ما فقط جایی برای پنهان شدن لازم است پدر. فهمو دخترم، لیکن این قدر آدم را من در کجا پنهان میکنم؟ در پس خانه‌مان یک عاقل کهنه‌ای هست. انا در اونجا پنهان میشویم پدر. رفته در اونجا پنهان شویم پدر. ها شما چی میگویید؟ میلش مجبورم به گفتان گوش کنم. برای انتظار شوید. احتیاط شوید پدر. دیلو رو فراموش کردیم. اونها اومده اول نقطه تبی رو تکرو میکنند. سعید فهمیدم آقای دکتر. حاضر رفتم با اون خبر میدم. انتظار میشویم. کجا شدید بابا جان؟ چرا تو حال نمیوید؟ سلاح دارم.
کجای دختری مسخره باز و بیرون برو و بیرون برو. بعد همون آمدیم بیا گریخته به خانه. چه خیل خانه؟ تو چی ها بگویی؟ رم از اینجا؟ معلوم که باز دارو دادن. دخترم باز خاطرش را فراموش کرده است. یک بلا کرده او را به خانه برد. شاید یک چیز را به خاطر بیارد. میرویم بیدی به خانه معلمم میرویم. شاید در آنجا پنهان شده باشند. جا بگردیم زودتر. بچه ها دارید زودتر زود باشید. بیایید به این طرف. پس کردید بچه ها. دارید زودتر باید برید. دمت را گیری ابلا. آقای دکتر رفتن. بیایید زودتر باشید. زود باشید. مرا جر زدید جناب. بیرون برا. شنیدم با تشکیلات خائن همراه شده است. از سینور خبر دادن لازم. با دقت باشد. فهمو جناب. من زود رفتن خبر میدیم. عزیز چه گفتن میخواهی؟ جناب از آدمانی هفته گذشته با تشکیلات همراه شده کسی زنده مانده است. چی با یگان تویش خاندار شدنی بودی ها؟ از تخبیر راه جناب. یک مرد بود. نشانزنی خوب بوده است. او را رها کردند. حتی دیروز همینجا بود. چی شده است؟ همسرم خدیجه یک مادری بیعقلی دارد. دخترش در تشکیلات است. برای او را خلاص کردن با تشکیلات همراه شده است. لیکن او مرد است. با این چه علاقه دارد؟ گوش کنید جناب. آن زن ریشی سون این مانده است. حتی من او را نشناختم. او چه خیل زن است؟ او زیدی تشکیلات است. ما را هیچ دوست نمی‌دارد. فکر میکنم انسانی خوب نیست. یعنی خائن همان زن است گفتنی ها؟ فوراً با سینان خبر ده. او را یافته آگاه کن عزیز. مرا فهمیدی؟ سینان در کجاست جناب؟ از جهه آبی کلان رفتنی بود. همان جاست. میلش من روم. رو زودتر رو. مادر خدیجه مادر جان خاموش دخترم. عبوزت را نبرا. خدیجه برای چه اومدی؟ چه گفت شده است؟ مادر جان همراهانتان را کشتن. من فکر کردم که شما هم مرده اید. من نسی برات رفتی؟ بله گفتنی بودم که برات. خاموش خوب شد که تو را دیدم. مادر جان قربانت باشم. مادر جان مادر جان خوبم. اکنون به خونه برم. مادر
هیچ چیز رو نمیفهمم. چرا گریختن نمیروند؟ در آغیل کونه چی کار میکنند؟ آنها با آزمون تیاری میبینند. سلاحداران به ده آمدن. میفهمی؟ آمیر میفهمم اصلا میفهمم، لیکن چیکار کنم؟ معلم کجاست؟ سینون دخترم در دهان نیست. مجده خانه را کابه صبر کنید. همه دارو کابه صبر کنید. صبر کنید. با جناب سبا گپ زده بودم. باید دخترم رو رها میکرد. حالا وقتی ها نیست. رو کار را کن. در همینجا مرا منتظر شوید. بیایید. یکم کس نیست. به خانم درایم آقای اول باید فهمید که در خانه هستند یا نه. بله درست. تو دکتر نیستی مگر؟ بله. رو سینون تو را میکوبد و دستفتی تو را میپوشد. چرا با من کمک میکنه؟ در اینجا نیست. رو زودتر. باید به درون درویم. رو گفتم رو. گوش کنید، همراه هم کودکانند. باید به درون درویم. سینون در درون است. رو باشید. برید از اینجا میرویم. رفتیم. برید. آنها با دری زمین فرو رفتن. همه خانه ها را یک به یک میکوبیم. بیدی زودتر. بله زود باشه. تو در اینجا چی میکوبی؟ در کجا بودنی دکتر و معلم را میدونم. در کجایند؟ با من بیایید. بیدی راه گردید. زود باشید. سینان چی گپ است عزیز؟ مجده شما رفتن گیرید. راه گردید. رفتن گیرید. جناب سبا گفتند که با تشکیلات یک خائن همراه شده. میدانیم عزیز. در اصل و در عروسی من است. برای دخترش را از تشکیلات خلاص کردن با لباسهای مردانه میگردد. آن زن دشمنی تشکیلات است. از روی گفته سبا شاید جاسوس دولتی باشد. شاید زبیر باشد. چه آدم است؟ ریش دارد، کلش پس است، چشمانی کلان دارد. شو فهم او زبیر است. خودی خود است. رفتار را به قتل میرساند. بدی صبر کن. چیکار کردن میخواهد؟ برای کی کار میکند؟ اول این را فهم. برای سردارانمان یا اینکه برای دولت؟ بیای رفتیم. آنها در کجایند؟ به خانه در اومدن. سلاح داشتند. من از پسشان رفته نتوانستم. فهما. راه گردید. دیدی در آمده کابه. در آید تر. دخترم اینجا خانه توست. قربانت شوم، به خاطر بیار. دروید بچه ها دروید. زودتر دروید. کار میکنی معلمه؟ گذشته شینید چیری نکنیم. شینید زینب دخترم آب بوردیم. تشکر پدر. با من دی آلدو ما با بیرون نمیبرویم. یکون گپ شد خبر میدهی. معلش آقای دکتر. خیلی به شما برای کار فرزندانم. سلامت باشید. تشکر. رفتیم آقای حامد. سینون خبر؟ در خانه کسی نیست سینون؟ تو با ما بازی میکنی؟ شاید رفته باشم. بیا او رو میکشیم سینون. مجده گیر سلاحش رو گیر.
تو را زنده نمیمانم. آنها رفته باشن عیبی من چی؟ من را نکشید. من دیه را خوب میدونم. آنها را به شما یافتم میدیم. مداغی لبلخ دیدی بیاید میرویم. خیلی جاید میرویم. دخترم با من یاریده کمک کن. با او کمک کنه. سینان نمونده که او را کشم. اشتاب نکن دیدی. اگر خواهی تمام ده را میگردیم. ما دکتر و معلمه را یافته نمیتوانیم. کوششمان بیفایده است. مردم ده جایشان را با ما نمیگویند. خیلی که آن دفعه نگفتم. چیکار میکنیم؟ گمان میکنم برای یافتن آنها راه دیگر هست. رافع تو دخترت را میخواد. با جناب سبا مصلحت کرد. میدونم. با تو این طور میکنیم. به عوضی دخترت دکتر. در پس خانه آقل کهنه هست. صبر کنید. بیزار جانم سواد چند با آنجا میرویم معلمه؟ ما نمیرویم فاطمه. آنها خودشون آمده ما رو تماشا میکنن. براستی آنها همینجا میآیند؟ ها شنیدید آنها میآمدند. واه چقدر اگر غالب باید ما رو به شهر میبرند. راه گردد زودتر. بیش بچه ها زودتر. خانه با گفتگو کردید. با چی میگوید؟ یا از تو میپرسیم. بیایید بچه ها. بیایید بدرون دروید. بیا جانکم. گذر درون سرت رو احتیاط کن. تو با اون طرف. تو باشی به اونجا. بیا جانکم. شما نمیایید. زینب دیگر جای خالی نیست. در درون نفس کشی دشوار می شود. دیدی در را شکن. در صندوق نور است. راست میگویی. کنی بیایید. شکنید زودتر. شکنید. اینجا خیلی تاریک است. پیدا کن از تاریک میکن. بازی چراغ رو میارم. خودتون را احتیاط کنید طاهر. خاموش بچه ها. خاموش استید بر ما. همه جا را کوبید. استینا مگر نمیپرانم. سلاحهایتون را پرتایید. پرتایید گفتم. مایلش زودتر. مایلش امکی زبیر. اکنون دفع شده از اینجا رالید. زودتر رالید. دیدی گفتهاش را کنید.
بسویدی حال همه رو من نکری سینان. این خوین را مجده میکشد. برو پران مجده، پران. پران مجده. بفی دخترم روزان بوده است. بفی من مادرت هستم. این کار رو نکن دخترم. بفی نپران نگویم. آفرین مجده، عاقبت خیانتکاری همین است. زود بدی دکتر رو میکوبیم. بدی در اینجا یک دریچه. بدی سینان در اینجایم. همینجایم. تسلیم میشوم. در آخر روبرو شدیم دکتر. دختر را سرباز ابله گذر دو طرف کنی پیش در دکتر. راهگارد الله. خدای سیلون خدای سیلون یک بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک دکتر. آخر بیا آقای پرانی سینان بر تلفن را بردار. چی میگریزد؟ یگان راهی گریز دارد. الو منم سبا. شناختم جنابی سبا. دکتر دست نرسون. چی؟ چرا؟ امر سینان با اون طرفش کاردار نشو. در وقتش رسیدید. آدمانمون در دهان قریب که دکتر رو میکشتن. الدكتور علاقته منيحة مع الناس بالضيعة، مشان هيك عم يتكبر علينا. صحيح ما في سلاح بإيده، بس كتير عم يأذينا وصار الوقت لنخلص منه. وأنا ما عندي أي مانع على تطبيق خطتنا، يعني عم فكر إنه إجا الوقت المناسب لينقتل الدكتور وينزاح عن طريقنا. انت كتير عم تستعجل، يعني كل شيء بوقته حلو. ما بنستفيد ابدا هلا لما بيقوم واحد كردي ليقتل واحد تركي لانه ما قدر عليه. هلا الوقت مو مناسب، كان لازم الدكتور ينقتل من زمان. يعني نحن غلطنا وقت تركناه، وهلا عمرو ما لازم يأذي ابدا للدكتور.
تأمر معلم. تعرفوا انه كله بسببكم، كنت معتمد عليكم، بدي افهم ليش ضيعتوا الفرصة؟ ليش؟ يلا قولوا لي، ليش لعبتوا علينا؟ مو على اساس هذا اتفاق؟ يعني نحن ما صار لنا زمان عم نوفي بكل شيء وعدناهم فيه، انتوا هلا بعملتكم هي رح تضيعوا هيبتنا وقوتنا قدامهم، بس على الفاضي، لانه ما قدرتوا تساووا شيء ابدا، حتى ضليتوا مثل ما انتوا وما قدرتوا غيرتوا قناعاتكم. انا ما عم افهم شو عم يصير ابدا. لما بترفع صوتك انت عم تثبت انك صرت ضعيف. اللي على اساس شو يعني عم تحكي انت ورفقاتك؟ ولا خانتك ذاكرتك ونسيت قديش باستيادي لصرت هون؟ رحت وترجيت قيادتنا، شو نسيت كيف انحنيت قدامهم؟ واللي بدي اياه انك تعرف انه انت بفضلنا صرت هون ماشي، بس الحق علينا اللي وثقنا بواحد مثلك. على فكرة انت ما بتفرق ابدا عن اللي سبقوك. لا مو هيك، بس يمكن لانه انفعلت شوي وارتفع ضغطي. احسن شيء انه ننسى، بس نحن حكينا من زمان عن المبادئ الاساسيه تبع خطتنا، لازم نساوي الحرب، ومنشان هيك نحن لازم ناسس لنا شي مجموعه، وتكون هي المجموعه للعمل السري اللي بخصنا، وبيشترك فيها كل الهيئات يلي انتم عم تمثلوها وكل الاسماء يلي نحن بدنا نقدمها. هيك احسن شيء، يعني انا هيك رايي. طيب في وقت محدد لنساوي كل هالشي؟ لا ما في، بس احسن شيء انه ندبر الاسماء والمعلومات اللي بتهمنا باسرع وقت ممكن. طيب ليش عم تستعجل؟ يعني اول شيء لازم نهيئ الارضيه السياسيه المناسبه لهالشيء، يعني لازم ننسق شغلنا مع الكل، وخاصه مع اجهزه الاعلام ومنظمات الدفاع المدني والفكريه كمان، وما بدي تهملوا باقي المنظمات والجامعات ابدا، حتى لازم تقربون منا. ايه صحيح، ما بدي اياكم تنسوا رفقاتنا بالاجهزه الحكوميه والناس يلي شهرناهم، والمفروض انه يدعمنا التنظيم اللي هو تحت سيطرتنا. ايه بس نحن مثل الاعلام، يعني بشكل دائم بنقول انه البلد وصل لمرحله اقتصاديه مرهونه بالخارج، وعم ننشر باستمرار مواضيع انه باي لحظه ممكن نعيش ازمه اقتصاديه، وبشكل خاص نحن عم نوجه الصحافه لتتناول مواضيع عمليات الاصلاح للمؤسسات الاقتصاديه من خلال سيناريوهات مخفيه. بس هلا اهم شيء انه نحول هاي البلد لمنطقه مليانه بالاصدقاء والاعداء، ونضخم الامور اللي بتساعدنا نوصل لهالمرحله، وهيك نحن بنكون وصلنا ليلي بدنا اياه وعملنا بالبلد بلبله منظمه. يعني أنا برأيي كمان إنه ما تنسوا أبداً إنكم تبرزوا قلق المؤسسات الاقتصادية من هالوضع يلي عم بيصير بالبلد، وهيك بنكون حققنا أهدافنا وبدون ما نتعذب. أنا بعرف هالشي مالي نسيان، ومخطط كمان ننشر إنه الوضع بخطر بكل محل، والمفروض إنه نستمر بهالشي بدون كلل أو ملل لحتى نقدر نرسخ الخوف عند كل العالم يلي بهالبلد. والله عجبتني هالشغلة، يعني رح نصير نشوف أيام حلوة. واعذروني لأنه في موضوع تاني حابة أحكي فيه. انتو صار عندكم شي خبر بالمبالغ اللي دفعتوها للمحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء؟ لأنه هلأ عم بيحققوا بالمصادر اللي حولت هي المبالغ، وسمعت كمان إنه هالشغلة ما رح تمضى على خير، منشان هيك حبيت خبركم. بس الشغلة لا يمكن تأثر علينا أبداً، وحتى إذا أثرت ما رح تتجاوز مجموعة اللوبي اللي عم تساوي كل شي بهالبلد. يمكن أهم نقطة بخطة الحرب الواسعة مسألة المجتمع وتطوره، بقى لازم نحن نخلق التباينات والاختلافات بسلسلة من الشغلات اللي نحن بنختارها، مثل الهوية واللغة والقناعة، ولازم نورجيهم الاختلاف بالمسألة الثقافية، هيك بنكون ما عم نترك لهم مجال أبدا إنه يعيشوا بالعادات والتقاليد تبعهم. المفروض إنه نحن يلي نحدثهم بالمجلات والمسلسلات اللي عم يشوفوها، وتحت شعارات نحن بنحددها بنعيشهم مثل ما بدنا، وبنهدم القيم اللي كانوا عايشين عليها. أصبح لازم نخلق حالة مواجهة بين الشعب بالمسائل الثقافية والأخلاقية، لازم نهد شيء اسمه أسرة، بدنا نخليهم ينسوا هالبلد، بدنا نعيشهم بحالة شك وخوف. مو بس هيك، لازم ما نخليهم يعتمدوا على حالهم أبدا، ولازم كمان ما نخليهم يشعروا بالتفاؤل، بس المفروض نعمل هالشي بشكل يكون كتير سري، ونحط الحق على الزمن، ونخلق حالات من الأزمات الصغيرة يلي ما بتخلص نهائيا. طيب نحن شو بدنا نساوي إذا بتتسرب الأحاديث والخطط تبعنا؟ بيفضحونا على صفحات الإنترنت. ايه بسيطة كتير، منقول أهدافنا لأجهزة الإعلام، وبدنا نلاقي شي حدا حمله المسؤولية، يعني مثل المتعلقين بالوطن. نحن لازم نخلق التوتر بين المنظمات الدينية والمنظمات السياسية من جهة، والتنظيمات الإرهابية من جهة تانية. يعني نحن لازم نستفيد من هالشهرين يلي جايين، وبالأخص الأيام الأولى من الشهر، والمفروض أنه نحن ننفذ كم عملية إرهابية ضد الناس الأبرياء بالمنطقة، وهاد بيكون الأساس المتين لحرب كتير كبيرة نحن عم نخطط لها. بس الوضع ما يغيب أبداً عن أجهزة الإعلام ووكالة الاستخبارات الأجنبية، وعلى ما يبدو أنه بعض قيادات التنظيم عم تشتغل لصالح الاستخبارات. ما في مشكلة، مو مهم أبداً، أنتوا استمروا بالتحضير للعمليات. وين ما كان بيلتقى ناس حسالات بالمجتمع
وخاصة هدول اللي بيشتغلوا بالأعمال المنحطة. هدول لازم نستفيد منهم ونحافظ عليهم ونطورهم، وبعدين منديرهم ومنورجيهم حقيقة الحياة ومنضمهم للتنظيم، وهيك منكون استفدنا منهم بشكل مباشر. صحيح بدنا نتعب عليهم شوي، بس راح يصيروا تحت أمرنا. چرا سیمان کرده باشد؟ من به تو گفته بودم سیمان او رو پرونیم. چرا به من مانع شدی؟ چرا؟ سیمان سربازان قدی همه آیم. چی میگویی که چه؟ خیس مجده سربازان می آیم خیس. حالا ایست دکتر رفتیم گدی زودتر. حالا ایست دکتر باز ما میخوریم. راه گرد گدی. لازم نحن نخلي الدكتور يعيش شوي، وبس يجي الوقت المناسب بنعاقبه بالطريقة المناسبة يلي بتليق فيه. خلای زیدان خلای زیدان خلای زیدان چشمهایتون رو پوشونی خلای زیدان خلای زیدان خلای زیدان